علائم عاشق شدن زنها معمولاً عاطفی، لطیف و گاهی غیر مستقیم است. اما این نشانه‌ها رایجاند. علائم عاشق شدن زنان: 1. توجه و مراقبت زیاد، به جزئیات زندگیات توجه میکنه، از حالت چهرهات گرفته تا حال روحیات. 2. خجالت یا اضطراب در حضور تو، ممکنه وقتی نزدیکت هست کمی تبق بزنه یا خجالتی رفتار کنه. 3. ارتباط عاطفی عمیق، درباره احساساتش حرف میزنه، از آینده یا رویاهاش میگه. 4. دوست داره در کنارت باشه، حتی بدون دلیل خاص، فقط برای بودن با تو برنامه میچینه. 5. تغییر در ظاهر یا پوشش، بیشتر به خودش میرسه، مخصوصاً وقتی میدونه قراره تو رو ببینه. 6. حسادت ملایم، نسبت به دخترهای دیگه‌ای که با تو حرف میزنن حساس میشه. 7. به اشتراک گذاشتن خودش، خاطرات، دردها و آرزوهاش رو با تو شریک میکنه.